محترم دوستان عزیز، السلام علیکم. ایام وحدت است. اصلا کلمه وحدت کلمه مقدس است. معنای یگانگی را دارد، متحدی را دارد، سرجمعی را دارد. وحدت ملی باشد، این سرجمعی ملت است. امروز ما شکر میکنیم که تاجیکستان تنج است، آرام است، تحت راهبری پیشوای ملت ما سرجم است. وحدت ما برقرار است. ارزش‌های ملی ما، ارزش‌های دینی ما قدر می‌یابد. روز وحدت در تاجیکستان هم برای ملت تاجیک با حروف زرین نوشته شده است. امروز تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت و پیش می رود، آباد می شود و خصوصا مردم تاجیکستان آرامانه، آسایشته زندگی دارند. ما باید به قدر این نعمت رسیم.